شاید شما براتون سوال باشه که زمانی که قراره با یک نفر ازدواج بکنیم تا چه حد باید گذشته خودمون رو بهش بگیم؟ آیا گذشتمون اگر یک اشتباهی درونش وجود داشته باشه بازم باید بگیم؟ ببینین یه زمانی یک اشتباهی در گذشته‌تون بوده یا یک اتفاقی در گذشته‌تون بوده که کسی غیر از خودتون و خانواده‌تون اطلاع ندارن. اون رو لازم نیست به طرف مقابل بگین و دروغگویی محسوب نمیشه. اما گاهی اوقات ممکنه یک اتفاقی پیش اومده باشه که خودتون، خانواده‌تون، اهالی محل، اهالی فامیل همه بدونن. در اون زمان باید به طرف مقابلتون گفته بشه. مثل اینکه از بچگی شما و پسرعمو یا دخترعموتون رو به هم دیگه نشون کرده بودن. مثل اینکه یک خواستگار خیلی حرف و قرص داشتین که بی خیال شما نمیشد یا چیزایی مثل اینکه ممکنه متفاوت باشه. زمانی که همه میدونن اون کسی که قراره با شما زیر یک سقف زندگی کنه هم باید ازش اطلاع داشته باشه.